از اینکه امشب هم توفیق یاری کرد و لطف و عنایت ویژه پروردگار همراهی کرد و نصیبمون شد که بتونیم استقامت بکنیم تا آخر برنامه همراه با امام در خانه خدا و ثواب قیام شب برامون محسوب بشه. بسیار خداوند و سپاسگزاریم. لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی انسان یک هدفی رو برای خودش در نظر گرفته قطعاً گام اول شاید خیلی سبکتر باشه، نیاز به استقامت آنچنانی نداشته باشه، ولی چون که از هدف فاصله داره، دور هست، هرچند که گامهاش راحت تر هست، سبکتر هست، ولی اون حال و هوا و لذت و شیرینی نزدیک شدن به هدف رو نداره. اگر شما تصمیم دارید برید پشت این بام، خب نیاز به نردبان هست، 10 تا پله لازم داره. پله اول سبکتره ولی شیرینیش مثل پله نهم نیست، چون پله نهم فقط شما یه پله با هدف که ایدئال شماست و مد نظر شماست، یه پله بیشتر فاصله ندارید. اون پله نهم سخت‌تر هست، طاقت بیشتری میخواد، استقامت بیشتری میخواد، بیشتر باید عرق بریزید، صبور باشید، ولی چون به هدف یه پله بیشتر نمونده، شیرینی و حلاوتش خیلی عالیه. حالا مثل این نماز تراویح خودمون میمونه که خب سلام اول خیلی سبکه، نیاز به استطاعت نداره، همون توان معمولی هم میتونه تحمل بکنه، ولی کم کم که رفتید به 4 سلام و 5 سلام 6 سلام، اینجا دیگه استطاعت هم لازمه. وقتی که دیگه به سلام 9 و 10 رسیدید، اونجا دیگه طاقت لازمه، دیگه هی کمر درد میگیره، هی پاد باید زیر و بالا بکنید، هی این ور میستی، هی این ور، هی وسوسه ها زیاد میشه. بالاخره شیطان هم زرنگه، یعنی میگه نباید اجازه بدم که اون پله 10 برسه که بگه فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. حضرت علی گفته وقتی خنجر تو پیشونیش وارد شد، خون فواره زد، ریشش، صورتش، کل سینش در بر گرفت، فزت و رب الکعبه، با این پنجه هاش زد، دسته خنجر رو گرفت و این مقوله مشهور رو گفت. پس انسان وقتی که به هدف نزدیک میشه استقامت لازم داره. و انسان ظرفیت‌های ذخیره زیادی داره. وقتی که امیدی به چیزی داشته باشه، اون ظرفیت‌ها میاد بالا. وقتی ترسی از چیزی هم داشته باشه، دوباره اون ظرفیت‌ها میاد بالا. حالا شما معمولی چقدر میتونید بدوید، با چه سرعتی، ولی وقتی زلزله بشه مثل یک دونده 100 متر میشی. همون پیرمرد 70 ساله هم مثل یک دونده، چون خطر داره تهدیدت میکنه. وقتی امیدی به یه چیزی هم دارید، میخوای به یه چیزی برسید که بعدش خیلی لذت بخشه برات، هی طاقت میکنید، هی
سریع میرید، هی بالاخره نفس کم نمیارید. خب حالا کسی شوقش برای رضای خدا باشه، برای دیدار خدا باشه، برای خوشنودی خدا باشه، این همیشه نفسش طولانیه، همیشه سر و پاست. علما میگن انسان باید بین رجا و خوف باشه. حالت انسان مسلمان همیشه در طول زندگی باید بین امید و ترس باشه. امید انگیزه تو رو چند برابر میکنه برای گام‌های بعدی که برید به طرف هدف، و خوف بازدارنده هست. ترس از خدا مانع میشه که تو اشتباه نکنید، به خطا نرید، دچار لغزش نشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند للصائم فرحتان، برای انسان روزدار دو تا خوشحالی هست. فرحتون عند فطره، یه خوشحالیش هنگامی که میخواد افطار بکنه، چون استقامت کرده، صبور بوده، خصوصا تو مناطق گرمسیر. اگه تو تابستان هم باشه که روز دیگه 15-16 ساعت میشه، طولانی میشه، گرمای هوام 45-50 میشه. الان کم کم دیگه داره هوا خنک میشه، چند سال دیگه رمضان تو هوای خنک واقع میشه. قبلا هم بهتون گفتم که رمضان از رمدا گرفته شده، یعنی شدت تابش آفتاب بر ریگ‌های بیابان، که این ریگ‌ها اونقدر داغ بشه که پای فسیل شتر، یعنی بچه شتری که حالا تازه به دنیا آمده یا چند ماهش بیشتر نیست، کف پاش نازکه، میسوزونه. در حقیقت این رمضان از رمدا گرفته شده. در یک جمله یعنی روزه یک کوری گناه سوزی است، شیمی درمانی معنوی است، گناه ها رو میسوزونه. اینجاست که خداوند میگه الصوم لی، میگه روزه مال منه، خاصه و من خودم پاداشش میدم. میگه پاداش نماز خدا نمیده، پاداش تلاوت خدا نمیده، پاداش صدقه خدا نمیده، پاداش همه چیز خدا میده. یعنی میگه الصوم لی و انا اجزی به. استقامت لازم هست. کسی که استقامت بکنه، سلام وترم با امام بده، این نماز براش قیام شب نوشته میشه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیامبر درباره روز رمضان صلی الله علیه و سلم فرمودن من صام رمضان ایمانا و احتسابا. درباره شب‌های رمضان گفته من قام رمضان ایمانا و احتسابا. ولی پاداشش هر دو یکیه. گفته کسی که رمضان و روزه بگیره بر مبنای ایمان و اعتقادش و احتساب اجر و پاداش نزد خدا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سبب غفران کل گناههای سابقش میشه. بعد درباره شبش گفته و من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که شبهای رمضان به قیام بیسته با تلاوت قرآن و استقامت بکنه، با امام شروع بکنه، با امام انصراف بده، اونم غفر له ما تقدم من ذنبه. اینجا حتی اشاره به عدد رکعات هم نکرده، گفته من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اجماع مسلمان ها الان در کل جهان اسلام بر 10 سلامه. حالا کسی یه سلام هم خوند، 2 سلام هم خوند، به حسب استطاعتش و وقتش قبوله، هیچ حرجی نیست. ولی یه سوال اینجاست، اون بچه زرنگ هایی که
خوب درس میکنن روز 9 ساعت، اون دانشجوهای فهیم که آینده براشون خیلی مهمه، بعضی دانشجوها روز 9 ساعت مطالعه مفید در رو میبندن تو یک اتاق پشت در بسته، هیچ چیزی که افکارشون رو منحرف بکنی نیست، یک اتاق ساده در رو میبندن، اعتکاف میکنن، اعتکاف علمی، 9 ساعت مطالعه مفید. خب قطعا رتبه 1 و 2 صنعتی شریف و امیر کبیر و نمیدونم فلان و اینا رو میاره، چه بسا رکورد جهانی رو بزنن. بچه های ما در کشور عزیزمون ایران اسلامیمون واقعا رکوردهای جهانی رو همیشه تو المپیاد ریاضی و چیزهای دیگه چه حرف اول رو میزنن. حالا سوال اینجاست که اگر دانش آموزی درس نخون، تنبلی کرد، تجدید آورد، نمره های 3 4 5 بعضا 0، خب معلم چند بهش میده؟ 20. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تو برای 5 خوندی خود دیگه نباید انتظار 20 داشته باشی. خب درس نخون، به اندازه 2 خون، معلم 2 بهش میده، اصلا نخون 0 بهش میده. یک دفعه یا تجدید میشه پایان فصل یا مردود میشه. یه فرصت دیگه بهش میدن تو شهریور، درسته؟ جزو تجدیداست دیگه. اگر تو شهریور درساشو خوب خوند، نمرشو آورد، دوباره اون 0 که تو خرداد گرفته و 2 و 5 و 6 و اینا بهش میدن یا نمره قبولی بهش میدن؟ نمره قبولی بهش میدن. میتونه بره کلاس بالاتر سال دیگه اگه تو شهریور چه نمره آورد؟ نه. اگر نمره آورد معدلش تو شهریور 20 شد، آیا معلم سرزنشش میکنه؟ نمره های 20 رو کم میکنه چون تو خرداد 0 گرفتید، این 20 اصلا قبول نیست، تو باید دوباره هم کلاس اول بشینید؟ به نظر شما؟ نه. شاید بگید شیخ منظورت چیه؟ منظورم اینه که اگه یه وقتی خودمونم تنبلی کردیم، کم آوردیم، خطا کردیم، لغزش پیدا کردیم، نمره های نمازمون، نمره های اخلاقمون، نمره های طهارت و پاکیمون، نمره های صدقمون، نمره های تلاوتمون، نمره های خدمتمون به خلق خدا و اینا کمتر از 10 شد، بعد رمضان سر رسید، تصمیم گرفتیم که درس بخونیم. خوب، نمره هامون تو رمضان 20 شد، یعنی خدا برای ما همون 0 قبلی رو میذاره. الان دیگه خودمون دانش آموز درس خون و مؤدبی شدیم دیگه. اینه داستان. هر وقتی تصمیم بگیری درس بخونی، خدا تو رو قبول میکنه. هر وقتی تصمیم بگیری خوب بشید، خدا تو رو میپذیره. اصلا نگاه به اون صفرات نمیکنه. کافیست که یه اشاره‌ای بکنید که خدا بفهمه تو داری باز میگردید. تو تصمیم گرفتی بر بگردید. تو تصمیم گرفتید عوض بشید. تو تصمیم گرفتید گذشته رو جبران بکنید. این رمضان برای اینه. الله تبارک و تعالی دنبال بهانه میگرده که تو رو ببخشه، تو رو بیامرزه، گذشته تو جبران بکنه، تو رو تبدیل بکنه، به تو بها بده، به تو قیمت بده، به تو هویت بده، به تو کرامت بده، سعادت بده، شخصیت بده.
افسردگی رو از تو دور بکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش با ذکر خدا و یاد خدا میاد. اگر بیایی در بازه. این توبه چه نعمتیه. فکر نمی کنم تو لغتنامه ها اگر بگردیم دنبال واژه‌ای که این همه نوید و این همه امید و به انسان بده برای یک زندگی دوباره، برای بلند شدن، واژه‌ای زیباتر و امیدوار کننده تر از توبه باشه که این توبه با شروطش وقتی تحقق پیدا میکنه، سبحان الله. چه خواننده های پاپی که تا غرغره غرق شده بودن از عیش های کاذب، از فحشا، از فساد، از هر چیزی که بگید. یکیشون کات استیفنز که خواننده پاپ مشهور انگلیس بود، اروپا بود. برید داستانش بخونید، خیلی تکان دهنده است. هیچ لذتی نبوده که این آقا نبره. تا دلت بخواد پول، تا دلت بخواد شهرت، تا دلت بخواد عیش و نوش، خوشگذرانی تو قلب لندن بس سل میگیره. داستانش رو بخونید. یک کتابی هست، زندگی نامه بیش از 100 نفر از شخصیت‌های برجسته جهان و داستان اسلامشون رو به یک زبان شیوا و رسا و گویایی مطرح میکنه. از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب عنوان این کتابه. داستان کشیشایی که مسلمان شدن، رو به قبله اسلام ایستادن. داستان هنرپیشه هایی که مشهور در دنیا بودن، چطوری توبه کردن، مسلمان شدن. داستان ورزشکاران به نام، داستان فیلسوفان به نام مثل روژه جارودی که بزرگترین فلسفه‌دان خودش و همسرش فرانسه بود. بعد از 30 سال تحقیق رو به قبله علم ایسته و میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. توبه دوباره هویت از دست رفته رو دوباره پیدا کردنه. بعد از اینکه رابطه انسان با قیچی معصیت قطع میشه، قطع میکنه ابلیس، دوباره این وصال شکل میگیره. چه سوزی ایجاد میکنه وقتی یه نفر به بیراهی میره، به انحراف کشیده میشه، بعد دوباره راهش رو پیدا میکنه، برمیگرده. چه سوزی براش ایجاد میکنه. سبحان الله. چه شور و شوقی و شعفی براش ایجاد میکنه دوباره آشتی کردن با الله مهربان. میگم هیچ واژه‌ای زیباتر از توبه در لغتنامه ها نیست. خیلی ساده میتونه بر بگردید. نیاز به کسی هم ندارید، فقط تصمیم بگیر خودتو خودش. اصلا نیاز نیست به کسی بازگو بکنی من این کار کردم این کار کردم، فقط خودش. برادرمون ستار تو سلام 4 یا 5 بود اگه اشتباه نکنم، داستان بابا آدم و ماما حوا رو تلاوت میکرد. خیلی تکون دهنده بود. انسان به 3 علت گناه میکنه. یا از روی تکبره، یا از روی جهل و نادانی است، یا از روی ضعف و اراده هست و غفلته. باور بکنید که گناه 90% بچه‌های ما، جوانای امت اسلامی، از روی ضعف اراده است، از روی غفلته. نه اعلام جنگ با خداست، نه از روی جهل و نادانیه.
الحلال بین و الحرام بین. حلال و حرام دیگه امروز آشکارتر از هر چیزی شده. بچه کوچیک هم میدونه این بده این خوبه، ولی با وجودی که میدونیم بازم چه ضعف اراده داریم. اگه از روی تکبر باشه ممکن نیست، خیلی خطرناکه. 2 نفر گناه کردن، یکی از روی تکبر بود، یکی از روی ضعف اراده و غفلت بود. بابا آدم و ماما حوا از روی ضعف اراده و غفلت بود، غافل شدن، یه لحظه وسوسه شدن. خداوند نهیشون کرد که از این درخت ممنوعه نخورید، خوردن، وسوسه شدن، تا خوردن لباس از تنشون افتاد. سبحان الله. سوره چی بود شیخ میخوند؟ سوره اعراف. اعراف داستان بابا آدم و ماما حوا تو سوره اعراف. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. سبحان الله. وقتی از اون درخت ممنوعه چشیدن، ذاقا، بشینیم مسئله این دست ما بریزن، تذوق چشیدنه. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. سبحان الله. وقتی از اون درخت ممنوع چشیدن عورتشون مکشوف شد، مثل که لباس از تنشون افتاد. سبحان الله. معصیت آدمو لخت میکنه، عریان میکنه، مکشوف میکنه. خداوند میگه و لباس التقوی ذلک خیر، اون لباس شرم و حیاست، لباس تقوا. تو وقتی گناه میکنی اگه 100 تا لباس هم تنت باشه عریانی. اون لباس شرم و حیاست که وقتی نیست این پوشش ها کاری نمیکنه. اینا پوشش نیست. فاتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. دیگه دست پاچه شدن، اصلا خودشونو گم کردن، هول شدن، برگای درخت میکندن رو شرمگاهشون، رو عورتشون میگذاشتن. چی شد یک دفعه؟ سبحان الله. 2 نفر گناه کردن. ابلیس برای همین بابا آدم و ماما حوا سجده نکرد، سجده شرف نه سجده عبادت. گفت من جنسم از آتشه، این از خاکه، من برای این سجده بکنم؟ اعلام جنگ با خدا کرد، قسم یاد کرد که من بنده تو گمراه میکنم و ایستاد، نافرمانی کرد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. اگه گناه میکنید از روی تکبر هم نباشه، اعلام جنگ با خدا نباشه. نگید تو چه کاره هستید، من هرچی دلم خواست انجام میدم. و وقتی عبادت خدا هم میکنید غرور به عبادت دوچارش نشید. غرور با عبادت بدتر از تواضع و گریه و زاری با معصیته. اگر کسی گناه میکنه، لغزش پیدا میکنه، خطا میکنه ولی گریه میکنه، خودشو سرزنش میکنه، این خیلی بهتر از اونی که مغرور با 4 رکعت نمازش. وقتی سجده میکنید دعا بکنید خدایا خودت مهر قبول بزن دیگه، بیشتر از من بر نمی آمد، همین چیز ناقصه ناچیزه، خدایا تو مهر قبولش بزن تا لایق و زیبنده درگاه تو باشه. این نماز ناقص و این حواس پرتی ها و این عبادت های ناقص الله باید مهر قبول بزنه. عجیبه، اون یکی رانده شد، رجیم شد، ملعون شد، این 2 تا دست تواضع بلند کرد. هر 2 تا گناه کردن، نافرمانی، فرق نمیکنه تو از درخت نکنی یا سجده برای آدم نکنید، مهم که تو نافرمانی خدا کردی. یکی از روی تکبر بوده، یکی از روی ضعف اراده بوده. اما بابا آدم و ماما حوا وقتی که لباس از تنشون افتاد دیگه فهمیدن که اشتباه کردن، 2 تاییشون دست بلند کردن. برادرمون ستار هم خوند دنباله آیات ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین.
همین دستشون پایین همجور میلرزوندن دستشون، همین دستشون پایین نیامده بود که چه خداوند قبولشون کرد. 2 نفر گناه میکنن، یکی رانده میشه یکی پذیرفته میشه. داستانش چیه؟ اون یکی گناه از روی تکبر بوده، این یکی از روی ضعف اراده بوده. یک گناهی دیگه یکی از علتاش جهله. یه وقت تو نمیدونی که این گناه مرتکب میشی، یه دوستی بعد از سالهای سال بهت میگه برادر تو نمیدونی که این کار درست نیست، نظر شرعی، خدا ببخشه توبه نصوح، من نمیفهمیدم، کسی به من نگفته بود که این گناهه، حالا که فهمیدم دیگه توبه نصوح دیگه نمیکنم. سبحان الله. اینم مشکلی نداره. انسان اگه از گناه از روی نادانی بکنه نمیفهمی گناهه، بعد که بهش تذکر میدن تواضع به خرج میده، این خدا منو ببخشه من نمیفهمیدم، عالمم در کنارم نبود، حالا که رفتم هجرت کردم رفتم جای دیگه بالاخره عالمی دیدم، کسی دیدم از من آگاهتر بود بهم تذکر داد، خدا منو ببخشه دیگه. پس 3 تا علت برای گناه وجود داره، یکی تکبر، یکی جهل، یکی ضعف اراده. سوال اینجاست ضعف اراده رو با چی تقویت بکنیم؟ این غفلت و ضعف اراده رو با چی تقویت بکنیم که دیگه گناه نکنیم؟ دوست داریم گناه نکنیم ولی نمیتونیم، گریه میکنیم تو سرمون میزنیم، خودمون فردا دوباره انجام میدیم، توبه میکنیم دوباره انجام میدیم. علما میگن این ضعف اراده رو با دوستانی قوی تر از خودت میتونید برطرف کنید. دوستانی که ارادهشون ضعیفه، از تو ضعیفترن، اونا رو عوض کن. اگه تصمیم جدیه برو تو جمعی قوی تر از خودت، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الواحد و شیطان، یک نفر یه شیطانه. اگه اشتباه کردی خودتی دیگه. 2 نفر هم 2 تا شیطانن، چون اگه تو خودت ضعیف بودی اون رفیقت هم ضعیف بود چی میشه؟ کسی دیگه نیست. ولی وقتی تو یه جمع قرار میگیری، جمع مؤمنی که هم آگاهترن، هم عالمترن، هم مؤمنترن، هم پاکترن، هم قویترن، همه که با هم چه؟ ارادهشون ضعیف نمیشه. بعدم توصیه بکن به دوستانت که کمکم بکنید من اراده‌ام ضعیف شده. گناه میگن چند تا مرحله داره، اول لذت داره، بعد از مدتی دیگه لذتش از بین میره، فقط ضعف اراده است، تبدیل به عادت میشه. وقتی گناه از لذت تبدیل به عادت شد خیلی سخته، دیگه لذت هم نمیبره، فقط حالا دیگه ارادهش ضعیف شده تبدیل به عادت شده. دوستان قوی‌تر، همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. دوست خوب یک سرمایه است، خیلی کمک آدم میکنه. این دوست خوب میتونه پدر و مادر آدم باشه، دوست خوب میتونه برادرت باشه، بزرگتر، خواهرت. بعضی بچه‌های کوچک سبب توبه پدرانشون شدن، باور بکن. بعضی دختر بچه‌ها سبب توبه مادرش شده، بعضی شاگردان سبب توبه استادشون شده. دوست خوب سبب هدایت دوستش شده. همسر خوب در زندگی واقعا یک سرمایه است. هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل یک همسر مؤمن صالحی که همراهت باشه، همسفرت باشه، صبور باشه، تو فکرت باشه، کمکت بکنه. اینا هم میتونن. شوهر خوب برای خواهرها واقعا یک نعمت خوبیه. علمایی که هستن تو منطقه اگه خواهان تبدیلید باید دوستانی که اراده تو رو و مکان و برنامه هایی که اراده رو از تو میگیره، تو محله نشستی همه عیاش و شرابخوار و لاتن، خود جا بجا بشو، مسجد هم نیستون دور برات، الحمدلله.
حتی که شده اون خونه رو بفروشی خونه دیگه، که خواهان حفظ ایمانتید و اخلاقتید و اینا برات مهمه، خیلی راحته اونجا بفروش، برو با همون یه جایی که نزدیک به برنامه‌های خوب باشه، مسجد فعالی باشه، دوستان خوبی باشن. یه جمله آخرم بگم. علما میگن انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، اما مهم گناه کردن نیست. گناه بده ولی انسان گناه میکنه، ولی بدتر از گناه 4 چیزه، اینو داشته باشید. 1 اصرار بر گناه. خود گناه بده ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. اصرار بر گناه و تکرار گناه، این از خود گناه بدتره. 2 توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد، عذرخواهی میخواد، مثل بابا آدم. دیگه توجیه نکن. نگاه بر صورت خوبان حلال است، فلان، حالا نمیدونم فلان، یه چیزی برای خودش داره توجیه میکنه. نه این اسمش، این آب هویجه، این آب انگوره. گناه انسان میدونه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یه خارشی تو دلت ایجاد میکنه، میدونه که این گناهه، این دل بیقرار میشه. طاعت و عبادت دل آروم میگیره. گناه انسان رو مضطرب میکنه، بیقرار میکنه، نگران میکنه، پریشان میکنه. هیچ آرامشی تو گناه نیست. پس بدتر از گناه 1 اصرار بر گناه، 2 توجیه کردن گناه. استغفرالله، تمام شد. 3 کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه، نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی. تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. گناه هر چند که کوچک باشه کوچک نشمار. یک کم در بر بگردیم درباره ایمان صحابه بگیم. میگن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناههای صغیری که ما انجام میدیم اونا کبیره حساب میکردن و فکر میکردن که زیر گناه، اینطوری تصور میکردن که زیر یک کوه بلند نشستن، با این گناهشون دارن کم کم زیر کوه دارن خالی میکنن. هر لحظه احتمال داره کوه بریزه رو سرشون. ولی میگن انسان منافق گناههای کبیره بزرگ میکنه، فکر میکنه یه پشه سبک رو بینیش نشسته، هیچ احساسی نمیکنه که یه پشه نشسته اینجا رو بینیش. احساس هم نمیکنه که سنگینی برش بکنه. و 4مین چیزی که بدتر از خود گناه، آشکار کردن گناه و عربده کشیدنه. چقدر بده که ستر خدا آدم بدره، پاره بکنه. خدا تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه. تو گناهی که شب تو خلوتت خودت با دوستانت توی یک خونه خالی جایی توی یک شهرستانی، کسی هم نفهمیده، خودتون 4-5 نفر بودید، بعد بر میگردید تو کشور خارجی رفتید گناهی با هم کردید، حالا میاد اینجا توی جمع 40-50 نفر داری با آب و تاب، با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنید، تعریف میکنید، عجب چیزایی بود، عجب. این دیگه مجاهره با گناهه. این خیلی بدتر از گناهه. اون کسی که یک گناهی کتره خودش خجول، خجالت داره میکشه، خداوند هم سترش کرده، اون امیدی هست. چقدر خداوند ما رو داره ستر میکنه. این ستر خدا، پوشش خدا رو پاره نکنیم. یه جوانی میگفت
بابا مامانم رفتن مسافرت، من نرفتم، کلید دادن دست من، خانم خالی بود. پسرم مواظب باش، کسی دوستان خلافکار فلان. نه بابا جان خاطر جمع باشه، خیال راحت باشه. رفت. سبحان الله. دیگه ما شب نشینی هامون شروع کردیم. این کلید خونه، بابام رفته مسافرت دور تا 10-15 روز دیگه شاید نیان. دیگه بساطی و شرابی و یه خدا چطوری سترم کرد. خودش میگه این جوونو، میگه دوستان رفتن، بساط جمع شد، دوستان رفتن، سبحان الله، ربع ساعت بعدش دیدم که کلید تو قفل چرخید. بابام یک کار اورژانسی براش پیش آمده بود، برگشته بود بدون که زنگ بزنه. قفل چرخید، در باز شد. بابام پسرم، بله بابا. یعنی اگه این ربع ساعت زودتر می آمد چی می شد؟ ستر خدا اینطوری ها، چقدر ستر میکنه. تو خلوت یه کاری کردی دیگه نیازی نیست بازگو بکنی، تعریف بکنی با آب و تاب. خیلی خطرناکه. خب امشب چی؟ دعای وارد شدن به مسجد خوندید؟ چی بود؟ بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، درهای رحمت تو باز. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. خداوند از ما و شما قبول بفرمایند و استقامت نصیب بکنه. یه دعای زیبایی که همه دعاها زیبا بود، تو آخر دعایی که امشب خوندن، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس و ما قرب الیها من قول او عمل. همتون آمین میگفتید، فکر کنم میدونستید چی داره میخونه. و نعوذ بک من النیران و ما قرب الیها من قول او عمل. پروردگار ما از تو فردوس میطلبیم، جنت الفردوس، بهشت فردوس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر وقتی از خدا بهشت طلبیدید، تقاضا کردید بهشت فردوس بطلبید، اعلاترین درجه بهشت. دعا این بود ترجمهش، خدایا ما از تو بهشت فردوس میطلبیم. شما میگفتی آمینا. و گفتار و کرداری که ما رو به فردوس تو نزدیک بکند، و ما قرب الیها من قول او عمل. و پروردگار رو به تو پناه میبریم از آتش جهنم و گفتار و کرداری که ما رو به جهنم و خشم تو نزدیک بکن. خداوند آخر عاقبت ما و شما به خیر خاتمه بشه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.